Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. اول یکایک همه شما مردم شریف به این ماه مبارک تبریک میکنم. بعدا برادران عزیز و گرامی، یعنی انشاءالله مقصدم این بود که در حقتون و در حق ملتون، در حق وطنم دعاگو باشم و همیشه دعا میکنم. ولی حاضر من میخوام در یک دقیقه های اندکه که برای شما یک گوییم که آن چیزی که در ذهن ما هست، در فکر ما هست، من به گوش شما رسانم. وقتی که شب برادران عزیز دیروز ما از تراویح برگشتیم و وقتی تلفن کشیدیم و وضعیت ها را مقصد هر روز که پیگیری میکنیم، امروز برای همگان معلوم است. وقتی حالت ما در مرز دیدیم، حالت در بین مردمی واروخ و هم سرحد اونها وقتی دیدیم، راستی بسیار یک بگیم لحظه های برای آدم ناراحت کننده، بسیار بگیم گفتی همی تاجیکای ما زیق هم شیدیم. ولی انشاءالله برادران عزیز و گرامی، در هر یک لحظه هایی که به سر ما می آید، انسان باید روح افتاده نشود. هیچ وقت روح افتادگی در کار نیست. فقط ما اولا به تمام مردم واروخ گفتنیم، شخصا من خودم، من دعا میکنم که الله مهربان اولا شما را حفظ کند و ما در پهلوی شماییم. امروز همه ما واروخی، گپ در سر دیگر اینجا سر منطقه ها دیگر نمی رود. یعنی همه ملت با شما است، همه وطن با شما است، زیرا شما هم یک پارچه از زمین تاجیکستان ماییم. به همین خاطر برادران عزیز و گرامی، اولا دعا میکنم که اونهایی که گذشتن، در همین حالت گذشتن، خدای مهربان اینها را رحمت و مغفرت کنه که بسیار درجه بلندی بردن. این طرف ماه رمضان که درهای همه عذاب الله بسته. دویم حمایه مرز و بوم که پیامبر گرامی گفته است، 3 نفر گفته است به حساب جنت می رود. یک نفر شما کسی هست که مرز و بومی دیار خود حفظ میکند. این برادرای گذشته را الله رحمت و مغفرت کند و زخمی های ما را الله مهربان شفای کامل تید. و برادران عزیز و خیلی گرامی، من امروز قدرت و قوت من این است که همیشه در حق شما، در هر یک نشستم، در هر یک عبادتم دعاگو هستم که همه مشکلات را با فضل کرمش دور گردانم. فقط باز گفتنیم که امروز الحمدلله رب العالمین ما در یک زمان زندگی داریم، ما در یک دولت زندگی داریم که انشاءالله رسیدگی در همه مشکلات شما را میکنن. به این خاطر ما باید که هیچ وقت ایتری روح افتاده نشیم، شکست دیلم نشیم و هیچ وقت خودمانه ایتا آدم تنها و بی‌صاحبم برادرای عزیز هیچ وقت احساس نکنیم. برای این من از برای خدا با شما گفتنیم برادرای عزیز که خطیتانیم، همراهتان هستیم و دعاگو هم هستیم. و امروز برادرایی که از ما هستند در کدام منطقه زندگی داریم، امروز برادرای عزیز و گرامی ساعتی آمده است که همون مرز و بوم حفظش، که این بگیم یک چی گوییم، یک زمین های تاریخی که برای ما و شما باقی ماندگی هست، انشاءالله هر وجب او را ما حمایه میکنیم. و اگر الله مهربان که ما مردم جنگ خان نیستیم، ما مردم مثال بگیم که جنگ کن نیستیم، لیکن که هم گفتید تاجیکای ما جای جنگ جای ننگ، امروز جای ننگ که آمده است، الله مهربان او ساعت هم نیارد. اگر آورد هر یک نفر ما باید که برای حفظ حمایه امین وطن و ملک خودمان برادر عزیز 3 جانه، اگر 1000 جان که در کار شید برادر عزیز، ما باید که دادن من در کاره. برای این من انشاءالله بازم میگم خداوند روزهای سخت نیارد، روزهای وزنی را نیارد. خداوند دنبال این کار کشید با تنجی و خوبی را بیارد و الله مهربان همه تون حفظ کند. آمین یا رب العالمین.
برادر عزیز و گرامی، من یک بگیم گفتنی پیشینه هم داشتم و باز یک بار دیگه با مراجعت هم میکنم که در کجای باشیم برادران عزیز، در کجای باشیم، در کدام منطقه از دنیا باشیم، شما فکر کنین که اگرچند که امروز ما به اسلام داریمونم، اگر به شرط بنازیم افتخارم کنیم، لیکن تاجیک بدنم ای مد نظر دور نکن. یک چیز دیگر هم است که ما تاجیکیم برادران عزیز. حقیقتا حاضر همه گپا برای بسیاری آدما شاید من نمیگم عادی میتاوه، لیکن دادرای جان ایرا عادی قبول نکنیم که امروز الله را سپاسگزاری کنیم که ما مردم حقیقتا یک دولت کردیم، یک ملت چیدیم. امروز شکر الله مهربان از دیگر ملکا بیاین و ملک ما و شما را وصف کنن، تعریف کنن، ما خود ما ایستاده و تنقید کنیم، این برادرای عزیز به یگان قاعده و قانون نه دنیاش نه دینش موافق نمیآید. برای همین من دیروز یک برنامه را نگاه کردم، بعد یعنی که همین برنامه وروخ نگاه کردم، در یک شاید گروه 24 بود و یا شاید از دیگر همین اینترنت چندین گروه های پیدا شدگی است که دیگر سرفراش هم نمیره، هر کدامش که میشیند فقط و فقط سنگزنی ای، بد کردن ای، مثال بد نشان دادن ای. یک کس سوال میکند که برادر عزیز انا نمیشود که ما یک دانلو را پرسیم که ما در همین جا اگر بریم اشتراک کنیم در همین سرحد یکی بک شنمان ما چی درجه میبریم؟ او کس میگه که اینجا امروز جای دانلو پرسی نیست، یعنی مقصد دانلو را یک طرف بگذار. نه برادران عزیز، این چیزهایی را که کسی چیزی میگه من گمانم همیه که امروز ممکن همون آدمایی که خداشون وطن دوستدار میگن اونها از همین جنجال همیشه شاید که در دلکاشون کم کم با خرسندی هم داشته باشن که منطقه نارام شده، مقصد با یک راهی شد که من باید سنگ بزنم. لیکن نه برادران عزیز، این نقطه نظر گوش نکنید. برای شهید چیدن، شهید نشیدن الحمدلله تاجیکستان ما دارد اهل علمی که برای شما راهنمایی کنن. فقط من چی را گفتنیم؟ من صدقه همون جوانی میشم که بله برای جانش دادن برای وطنش تیار باشد. تو تیار باش، اگر خدای نکرده این دنیا بسیار در یک حالت نارامی است. اگر خدای نکرده این مرز بومی ما را از کجایی که کسی میخواه خطری را وارد کنه، تو جان تا برای وطن دیدن، من برای تو فتوا میتم، انشاءالله برای تو درجه هم است، برای تو مقام هم است. لیکن امروز این خیلی مردم هم مقصد انا به خاطر مرز بوم که مقصد دیگر باشد این خیلی کردن در کار نیست. امروز روزی سرجمی است، امروز روزی هم ننگی که گفتم روزی ننگ است. ما باید برادرای عزیز گفتی همون شاعر که پشه چون پور شد بزند پیل را، کی باورش میاد که پشه فیل میزنن لیکن جمع شون میزنن. مرچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست. هیچ که باورش نمیاد که مرچه پشه شیر را بزنن لیکن جمع شون میگه میزنن. امروز روزی جمع شوی ما برادران در کدام منطقه باشه فقط نمیتونی آمد دعا کن که خدای مهربان در ملک ما هیچ وقت نارامی نباشد، در ملک ما خونریزی نباشد. من ای شما برادران عزیز همین را خواهش دارم که به هر یک دسیسه و به هر یک اولی جدا گپو ولولای بسیار می شود، ای 1000 کس کشتن، ها 100 کس کشتن، این چیزها را برادران عزیز به هیچ جا داده نشید. انشاءالله همه خبرها هستند، همه مثال چیزی که هست امروز اینترنت های، امروز کامرای زبس های، همش برآمده است. برای این فقط از شما من خواهش میکنم دادرای عزیز که فقط دعاگو باشین و همین دلتون با زبانتون یک کنین. باز دعا میکنم که خداوند عمرتون دراز کنه و ایمانتون کامل کنه و این دیار ما را الله مهربان همیشه همین آرامی و آسایشتگی که داره بردوام نگه داره.
برادرای واروخی ما را خدای مهربان در این لحظات صبر تیاد و علای مهربان مشکلات ها را آسان کند و علای مهربان سرجمی این ملت نه اینکه امروز بلکه در تمام عرصه وجودی که ما داریم خدا همیشه این ملت سرجم، این ملت یکجا، این ملت یک زبان یک دل بگرداند. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.